بابا حرفی نداره این بزنه. چی میخوای بگی ها؟ چی میخواد بگه؟ سیاوش دیمین تو خسته نشدی؟ خسته نشدی اینقدر پشت آدمی در اومدی که اون پسر حروم لقمه اتفاقا تو حق نداری اینطوری حرف با من بزنی. حرف بزنی. سیمین تو طرف کی ها؟ سیاوش. طرف پسر بی‌ناموس این که به آبا زن من به عروسه دست درازی کرده. آره این که طرف پسرشو گرفته. تو طرف کیه؟ این که از اول همه چی رو میدونسته. یک کلمه حرف نزده مامان. طرف کی مامان؟ بگو. تو چی میگی؟ دروغ میگه؟ چرا نمیگی دروغ میگه؟ پاشو بیا بزن تو دهنش بگو دروغ نگو. با تو هم فرهاد. چرا هیچی نمیگی؟ آیا با تو نیستم؟ فرهاد جوابشو بده. بیا برای من توضیح بده. بیا توضیح بده بگو تو بیا بیرون. بیا بریم بیرون حرف بزنیم. فرهاد بیا بیرون برای من توضیح بده. آروم باشین خانم شمس. بگو. آروم باشین لطفا. فرهاد چرا من نگاه نمی‌کنی؟ منو نگاه کن. منو نگاه کن فرهاد. بیا بریم بیرون به من بگو این دروغ میگه. منو نگاه کن. بگو دروغ میگه. باشم بیا بیرون بگو دروغ